عریضم خدمت شما که یه ویدیو رو از آقای مجتبی واحدی دیدم که داشت مقایسه میکرد رفتن اردوغان یا اردوغان به پیش ولیعهد عربستان و آقای پزشکیان رئیس جمهور عزیز کشورمون به پیش این آقای ولیعهد و میگفت که این دوتا عکس با هم مقایسه بفرمایید، چقدر روی سر ما بی عزتی میگذارن، چقدر اون آقای اردوغان رو تحویل میگیرن، چقدر ما خار شدیم تو دنیا، چقدر ذلیل شدیم که حتی طالبان حقابه هیرمند ما رو نمیده. به اینجا که رسید زبونش رفت تو کونش و بحث فوراً عوض کرد. آقای واحدی، درسته الان هر کی از ننش قهر میکنه میشه تحلیلگر؟ آره ما میگیم تو تحلیلگری، چون چند سال دیدیم، خبرنگار بودی، سابقت هم کاملا میدونیم. آقای واحدی، چه کس حقابه هیرمند رو داد به افغانستانی ها؟ چه کس داد بابا؟ بگو. تاریخی که خوندی نخوندی؟ چه کس زادگاه رستم یل سیستان، زادگاه یعقوب لیث صفار رو خاک و خاکستر کرد؟ سرزمین سرسبز و زیبایی که همه چیز توش میروید. چه کسی؟ بگذاریم از اون معاهده، فکر کنم پاریس بود، که هرات رو از انگلستان از ایران جدا کرد و قسمتی از هیرمندم جدا کرد. بعد رضا پالون یه قسمت دیگه از هیرمند رو ارث باباش بود بخشید، ولی حقابه رو پهلوی دوم بخشید، بابای همین رضا دماغ بخشید و این استان سرسبز رو خاک و خاکستر رو کپر کرد. خاطرات علم رو بخون. علم میگه شب تا صبح گریه کردم، صبح رفتم پیش اعلی حضرت گفتم قبله یا عالم این کارو نکنین. گفت بهاش اینه که یه ساعت شیر نفت رو بذارین بیشتر بیاد، بیشتر باز باشه. اینم شیر نفت باز بیشتر. برو ببین، تو نرفتی من رفتم دیدم. یه طرفی میری به قاضی، جایی که به نفع رضا دماغ خودتون هست به نفع خودتون تحلیل میکنین، اونجا که به ضررتونه زبونتو برمیگردونین یه غلطی دیگه میکنین. خجالت کش مرتی که